سلطان املاک آمریکایی ایرانیه و اونم کسی نیست جز مانی خوشبین با ثروتی در حدود 50,000 میلیارد تومان. ایشون هر روز فقط $500 پول سیگارشه و توی پارکینگ کاخش 30 تا ماشین لوکس پارک شده. جالبه بدونید مانی و خانواده‌اش توی ایران اصلا شرایط خوبی نداشتن و اول به آلمان و بعدش به لس آنجلس آمریکا مهاجرت کردن و اونجا مانی با کار املاک به این ثروت و زندگی فوق‌العاده رسید. الان شاید دیگه نشه مثل مانی با آمریکا رفت، ولی دولت آلمان به شدت دنبال مهاجر و نیروی کاره و حاضر پولم بده. اگه سنتون زیر 45 ساله فقط کافیه یه سری دوره‌ها رو بگذرونین و بعدش اقامت دائم آلمان رو بگیرید. جالبه تا زمان پیدا کردن کار دولت آلمان به شما حقوق ماهیانه هم میده. واسه دریافت اطلاعات بیشتر میتونین به پیج الس گروپ که این زیر تگ کردیم مراجعه کنین که همه کارهای مهاجرت رو به صورت تضمین شده انجام میدن و مشاوره تخصصی به همراه آموزش زبان رایگان و شرایط پرداخت اقساطی هم دارن.